مدافع حقوق بشر باشید و از طرفی هم تو ایران زندگی کنید. هر وقت من گرفتن اون وقت شما کمک می‌کنید اینجا یه دمونستریشن رو می‌اندازید. شما کمک می‌کنید. والا من همین میگم، من شوخی نمی‌کنم. منم کجا رو امضا کنم؟ یعنی شما می‌خواید بگید اون 70 میلیون جمعیت که وجود همشون خائنن؟ چون تو زندان نیستن؟ نه عیبی نداره. سوال ذهنی دیگه. سوال ذهنی همه اینا که بیرونن میکنن فقط چون خودشون از اون اومدن بیرون. این جواب خوبی هیچ پیام مردم ایران وجود داره. من دخترم ملکه نیستم که پیام بدم. من یه مدافع حقوق بشرم. مهمترین حرف من این است که خودتون حرف خودتون رو بزنین. هر کی سر پای خودش واسه با خدا جامعه اینجوری پیشرفت میکنه. حقوق بشر در ایران دیگه تصویرش مشخص، روزی نیستش که یکی در ایران دستگیر نشه، یا دانشجو یا در ارتباط با مطبوعات، وبلاگ نویس ها، خانوم ها در ارتباط با مبارزه‌ای که شروع کردن در کادر کمپین 1 میلیون امضا. این اواخر دیدید که حتی به پیروان مذاهب، حالا نه فقط مذهب بهایی، حالا دیدید حتی مسلمانای شیعه دراویش گنابادی رو لابد شنیدید طی 1-2 هفته اخیر. گروه آلی یاسین، آقای فتاحی رئیسشون و 5-6 نفر دیگه از اعضاشون، اونها الان بیشتر از 1 ماه که زندان هستن. وضعیت اقلیت‌های قومی در کردستان، در بلوچستان، در خوزستان، متاسفانه اینقدر کارنامه حقوق بشر و کارنامه جمهوری اسلامی در ارتباط با حقوق بشر سیاهی که من نمیدونم کدوم قسمتش رو در این چند ثانیه یا چند دقیقه‌ای که شما من صحبت میکنید بتونم بگم. یه سوال کوچیک دارم از شما. یه سوال اگه یه سوال فقط بس. شما اشاره کردیم که زنای ایرانی مخالف این قانونی هستن که اونجا پیاده میشه. میتونین لطفاً به من بگین که آیا با این امر، با این کاری که میکنن، مخالفتشون آیا مخالف اسلام هستن؟ چون اون قانونای اسلامی هستن. نه خیر، مخالف اسلام نیستن. اسلام تفسیرهای مختلفی داره، همینطوری که در غرب یک کلیسا هم جنسگرایان رو برای هم عقد میکنه، یک کلیسا این رو تکفیر میکنه. هر دو تا پیرو دین مسیح هستن. یا اینکه یک کلیسا با سقط جنین موافق، یک کلیسا مخالفه. هر دو تا پیرو دین مسیح هستن. اسلام هم همینطوره، تفسیرهای گوناگونی داره. با تفسیرهای درست و مدرن از اسلام میتوان به تساوی حقوق رسید. مثلا در ایران ببینید میگن دیه زن نصف مرد در قانون، اما برخی از آیت الله ها از جمله آیت الله صانعی با این مسئله مخالفه. این یعنی چی؟ یعنی این است که تفسیر دیگری از اسلام. بنابراین هر کس که مخالف قوانین تبعیض‌آمیز در ایران باشه به این معنا نیست که مخالف اسلامه. خیلی ممنون. مرسی. عقیده من مذهب رو هم اینها بهانه‌ای کردن برای اینکه به هر صورتی که میخوان عمل بکنن. من گفتم در صحبت‌های بخش نخست گفتم که الان گروه‌هایی هم که اینا گروه‌های مذهبی هستن، نه دراویش گنابادی خارج از مذهبن یا لامذهبن، حتی حالا متاسفانه تبعیض حقوقی بین یعنی شیعیان و سنیان وجود داره، ولی اینا شیعه هم هستن. حتی میدونید خیلی اینا مرید امام اول شیعیان حضرت علی هستن دیگه. خب ببینید باشون چه ریخته رفتار میکنن. یا تمام روحانیین بزرگ آیت الله هایی که مثلا با اینا مخالفت میکنن. الان شما شنیدید وضعیت آقای کاظمینی بروجردی، یک روحانی است که این میگه من مخالف دین سیاسی هستم، یعنی طرفدار جدایی دین از سیاست یا از حکومت. گرفتن به 3 سال زندان محکومش کردن. یعنی جمهوری اسلامی مذهب رو بهانه‌ای کرده، نخست برای اینکه اون در حال اقتدارات رو چه در حوزه سیاسی چه در حوزه اجتماعی اقتصادی برای خودشون حفظ بکنن و از مزایاش بهره مند بشن. دوم این که هر مخالفی رو به عنوان مخالف با اسلام و مخالفت اسلام در حال سر به نیست بکنه و از میدون ببره. تعامل دولت برای انتقاد آنچنان شده که عنوان مثال آقای یکی از موکلین من آقای کبودمند به جرم تأسیس